فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده بعدی در مورد شراب پرسیدن که با خوردن شراب چند روز بدن انسان نجس میشه و نمیتوان نماز خواند. بفرمایید. در مورد شراب که یک امر قطعی و کلی هست که همه مسلمانان حرمتش رو کاملا میدونن. در حرام بودن شراب هرچند اندک باشه، حتی یک قطره باشه، یک جرعه باشه، در حرمتش هیچ گونه شک و شبهه‌ای وجود نداره. الله متعال در سوره مائده شراب را جزء رجس و عمل شیطان قرار داده. یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، که این موارد را، خمر را، شراب را یا قمار و میسر و ازلام را، تیره هایی که با اونها فال جاهلیت می گرفتن، اینها را الله متعال رجس نامیده و از عمل شیطان نامیده و دستور داده که فاجتنبوه لعلکم تفلحون، که از این موارد شما اجتناب بکنید که چه بسا یا به این امید که شما رستگار بشوید. پس بنابراین در این که شراب جزء خبائث هست و جزء محرمات هست و الله متعال اینو حرام کرده، هیچ گونه شک و شبهه‌ای وجود نداره. و جالب این است در حدیثی که ابن عمر رضی الله تعالی عنه روایت کرده در سنن ابو داود هست، رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد شراب چندین نفر را نفرین کردند. نه تنها اون کسی رو که شراب میخورد، میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لعن الله الخمر، الله متعال شراب رو نفرین بکند، خود شراب را، و شاربها و ساقیها و بائعها و مبتاعها و عاصرها و معتصرها و حاملها و المحمولة الیه. سبحان الله. یعنی 8-9 نفر را الله متعال در مورد شراب نفرین کرده، هم خود شراب را، کسی که شراب میخورد و کسی که اون را در واقع درست میکند، اون کسی که میفروشد، اون کسی که میخرد، اون کسی که شراب را میگیرد، یا حتی اون درختی را که به منظور این که شراب از اون درست بکند اونو میکارد. تمام اینها را رسول الله صلی الله علیه وسلم نفرین کرده و این نفرین کردن تمام این موارد نشان از غلظت حرمت دارد. در مورد مثلا ربا، اون کسی که ربا میخورد، ربا میگیرد، اون کسی که شاهد هست، اون کسی که کاتب هست، اون کسی که واسطه هست، همه را الله متعال لعنت کرده و رسول الله صلی الله علیه و نفرین کرده. و در مورد شراب همین، هر کسی رو که به هر نحوی نقشی داره در این که شراب به دست یک فرد دیگر برسد که اون بخورد، تمام اینها مشمول این نفرین رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. و این مطلبی که بیننده من گفتن کسی که شراب بخورد و تا چند روز نجس می شود، این بحث نجاست یک بحث جداگانه هست. با خوردن شراب کسی نجس نمی شود. با خوردن شراب بدن انسان نجس نمی شود که حکمش حکم نجاست باشه. حتی در مورد نجاست خود خمر، نجاست خود شراب، در این زمینه فقها در واقع اختلاف دیدگاه دارند و دلیل صریح و موجهی که گویا این باشه که خود شراب نجس هست، یعنی یک جزء نجاسات هست که باید شسته بشود یا از لباس پاک بشود، چون این دلیلی وجود نداره. و قول راجح در این زمینه نظر بنده این است که خود شراب، خصوصا شراب‌های الکلی یا هر چیزی که باشند، خود شراب عینش و اون مایعش نجس نیست، حرام هست، در حرمتش هیچ گونه شکی نیست، اما مانند بقیه نجاسات نجس نیست. پس بنابراین خود اون کسی که شراب میخورد بدنش نجس نمی شود. اما مطلبی رو که ایشون بهش اشاره کردن چند روز نجس می شود یا عبادتش قبول نمی شود، این در احادیث متعددی از رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان شده، در سنن نسائی یا در سنن ابو داود و در دیگر سنن روایت های متعددی در این زمینه آمده. به طور مثال در سنن ترمذی آمده که من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، هر کسی که شراب بخورد الله متعال تا 40 روز نماز اون رو قبول نمی کند. منتها در همین روایت که در سنن ترمذی هست اومده فإن تاب تاب الله علیه، فإن تاب الله علیه، اگر توبه بکند الله متعال توبهش را قبول می کند. اگر توبه بکند توبهش را قبول میکند. در روایتی که در سنن نسائی هست این امر مطلقاً اومده،
مطلقا اومده که الله متعال نماز فرد را تا 40 روز قبول نمی کند در سنن نسائی. اما در سنن ترمذی این قید آورده که فان تاب تاب الله علیه، اگر توبه بکند الله متعال توبهش را قبول می کند. بدین معنی هست که اگر یک فردی شراب بخورد عقوبت و مجازاتش این است که تا 40 روز الله متعال نمازش را قبول نمی کند. نه این که نماز بر اون فرض نیست، نماز فرض هست اگر توبه نکند نماز بر اون فرض هست و حتما باید نماز بخواند. اگر نماز نخواند یک گناه دیگری را مرتکب شده و گناه ترک نماز بیشتر از گناه شراب هست. این نقطه رو من عرض بکنم خدمت بینندگان عزیز و ارجمند که یک خلطی شده در اینجا. درست هست که شراب حرام هست و خیلی نکوهش میکنند مردم و در یک جامعه ای اگر کسی معروف بشه که فلانی شرابخوار است خیلی زشت میدونن و این به عنوان یک طعنه هست. اما کسانی هستن در جوامع اسلامی که نماز نمیخونن، کسی باشون هم کار نداره، میگن فلانی خیلی انسان محترمی هست، انسان خوبی هست، خوش اخلاقی هست و انسان با ایمانی هست. خب اما این نماز نمیخواند. گناه ترک نماز و نماز نخوندن به مراتب بیشتر از شراب هست. شراب یکی از کبایر هست، یکی از گناهان کبیره هست، اما با شراب خوردن کسی کافر نمی شود. اما در مورد ترک نماز روایات صریح و صحیح داریم که انسان کافر می شود. عجیب هست که مردم این جنبه رو در واقع اهمیتش رو قائل نیستند و کم میدونند اینو، اما در مورد شراب این همه اهمیت میدن. درست است این اهمیت دادن واقعی هست و باید این گونه باشه. محرمات و گناهان هر چی باشه، چه گناهان کبیره باشه چه گناهان صغیره باشه یا جز اکبر کبایر باشه، در هر صورت گناه هست و معصیت پروردگار هست و به هر صورت باید نکوهش بشود و انسان باید سعی بکند که از آن پرهیز بکند. اما در مقایسه با نماز گناه شرابخواری خیلی کمتر از گناه ترک نماز است. پس بنابراین من به این عزیزمون میگویم که توبه بکنید به درگاه الله متعال، یا هر کسانی که مرتکب این جرم و جنایت و این گناه شدن باید توبه بکنند و اگر توبه بکنند بنابر روایتی که در سنن ترمذی هست اینو الله متعال در واقع معاف میکنه. فین تاب تاب الله علیه، اگر توبه بکند الله متعال توبهش را قبول میکند. و اگر به خاطر این به استدلال از این گفته مردم یا به استدلال از این حدیث تا 40 روز نماز را ترک بکند، این چند گناه‌های متعددی هست که ایشون انجام داده و در واقع بیشتر از اون گناه خود شرابخواری هست. یک مطلب دیگر رو در اینجا که جالب هست که الله متعال یا رسول الله صلی الله علیه وسلم این شراب رو به این اندازه نکوهش کرده که حتی کسی که می نوشد، کسی که می آورد، می فروشد، می خرد یا درختش رو می کارد به این منظور، تمام اینها رو رسول الله صلی الله علیه وسلم لعن کردن. این یک نوع اهمیت خاصی رو قائل شده. حتی در روایت دیگری که در بخاری و مسلم فکر کنم باشد این است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که لا یزنی الزانی حین یزنی و هو مؤمن ولا یشرب الخمر حین یشرب و هو مؤمن. امکان ندارد که انسان در هنگام زنا کردن یا در هنگام شراب خوردن یعنی مؤمن باشه، حتی صفت ایمان در اون لحظه از انسان سلب می شود. تا این اندازه این گناه رو رسول الله صلی الله علیه وسلم بهش تاکید کردند. و قطعا در شریعت اسلامی شراب جزء ام الخبائث است، نه جزء ام الخبائث بلکه مادر پلیدی ها هست. در زبان فارسی این گونه ترجمه میکنم که ام الخبائث است. بدین خاطر کسی که شراب خورد یعنی قوی ترین صد و مانع را برای گناه کردن که هست اینو در واقع شکسته. کسی که شراب میخورد به راحتی نماز رو هم ترک میکند یا گناهان دیگر رو به راحتی انجام میدهد. دروغ گفتن هست، غیبت کردن هست، سرقت هست یا بقیه گناهان دیگری که وجود دارند. کسی که شراب خورد و ام الخبائث را که مادر پلیدی ها هست اینو انجام داد، گناهان دیگر که در درجه پایینتری هستن به طریق اولها اونها رو در واقع انجام میده و هیچ چیزی نمیتونه جلوی اون رو در واقع بگیره. پس بنابراین این برادرمون توبه بکنند و اگر توبه کردن ان شاء الله الله متعال نمازهاش رو هم قبول خواهد کرد. اما این خوردن شراب همون گونه قبلا اشاره کردم این به معنی نجاست ظاهری نیست که بدن انسان نجس بشود. این نجاستش یک نجاست معنوی هست، نه اینکه یک نجاست حقیقی و ظاهری باشه.